داستان نویسی نیازمند ترکیبی از خلاقیت، ساختار و مهارت فنی است. در ادامه جزئیات بیشتری درباره نکات کلیدی گفته می شود. ایده پردازی. ایده ها می توانند از هر جایی سرچشمه بگیرند، یک مکالمه شنیده شده، یک تصویر، یا یک سوال خیالی. مثل چه می شود اگر انسانها ناگهان توانایی پرواز پیدا کنند؟ روش: یک دفترچه ایده داشته باشید. حتی ایده های بظاهر پیش پا افتاده را یادداشت کنید، چون ممکن است بعداً به چیزی بزرگ تبدیل شوند. مثال: فرض کنید در خیابان، فردی را می بینید که با عجله به سمت ایستگاه قطار می دود. می توانید داستانی بنویسید که چرا این فرد اینقدر عجله دارد، آیا از چیزی فرار می کند، یا باید به دیدن کسی برسد که سالها ندیده. تمرین: روزانه 5 ایده داستانی بنویسید، حتی اگر ساده باشند. ساختار داستان. داستانها معمولاً از 3 بخش تشکیل شده‌اند. آغاز: خواننده را به جهان داستان معرفی می کند. شخصیت اصلی، مکان و مشکل یا هدف اصلی مشخص می شود. مثال: در رمان هری پاتر، آغاز با معرفی هری و زندگی خسته کننده‌اش نزد خانواده دورسلی شروع می شود، سپس نامه‌های هاگوارتس تضاد اصلی را معرفی می کنند. میانه، جایی که داستان اوج می گیرد. شخصیت‌ها با موانع روبرو می شوند و درگیری‌ها پیچیده‌تر می شوند. مثال: در ارباب حلقه‌ها، سفر فرودو و همراهانش پر از خطراتی مثل حمله اورک‌ها و خیانت گالوم است. پایان: گره داستان باز می شود یا نتیجه‌ای معنادار ارائه می شود. پایان می تواند خوش، غم‌انگیز یا باز باشد. مثال: در غرور و تعصب، الیزابت و دارسی پس از غلبه بر سوء تفاهم‌ها به هم می‌رسند. نکته: از منحنی دراماتیک، آغاز آرام، اوج و فرود استفاده کنید تا داستان پویا باشد. تمرین: داستان کوتاهی بنویسید و آن را به 3 بخش تقسیم کنید. بررسی کنید آیا هر بخش نقش خود را ایفا می‌کند. زاویه دید. اول شخص صمیمی و شخصی است، اما محدود به دیدگاه یک شخصیت. مثال: شکارچی در چاودار از دید هولدن کالفیلد روایت می شود که احساسات و افکار او را مستقیم منتقل می کند. سوم شخص محدود، به ذهن یک شخصیت دسترسی دارد، اما از ضمیر او استفاده می شود. مثال: در بازی‌های گرسنگی، فقط افکار کتنیس را می خوانیم. سوم شخص دانای کل، راوی، همه چیز را می داند، از جمله افکار چندین شخصیت. مثال: در جنگ و صلح تولستوی از این زاویه دید برای روایت داستان‌های متعدد استفاده می‌کند. نکته: زاویه دید باید با لحن و هدف داستان هماهنگ باشد. مثلا برای داستان‌های رازآلود، سوم شخص محدود می‌تواند تعلیق را حفظ کند. تمرین: یک صحنه را از 2 زاویه دید مختلف بنویسید و تفاوت تأثیر آنها را مقایسه کنید. نمایش: به جای توضیح مستقیم، از جزئیات حسی، اعمال و دیالوگ استفاده کنید. مثال ضعیف: او خیلی ترسیده بود. مثال قوی: قلبش تند میزد، دستهایش میلرزید و به سختی نفس میکشید، در حالی که به سایه‌ای در تاریکی خیره شده بود. نکته: این تکنیک به خواننده اجازه میدهد خودش احساسات را تجربه کند. تمرین: یک احساس، مثل شادی یا غم، را بدون نام بردن از آن توصیف کنید. ایجاد تعلیق: با پنهان کردن اطلاعات، افزودن موانع غیرمنتظره، یا پایان دادن فصلها در لحظات حساس، خواننده را درگیر نگه دارید. مثال: در دختری در قطار، اطلاعات به تدریج فاش می شوند تا خواننده حدس بزند چه کسی حقیقت را می گوید. نکته: تعلیق نباید مصنوعی باشد، باید از منطق داستان ناشی شود. تمرین: یک فصل بنویسید که با یک سوال بزرگ تمام شود. دیالوگ‌های واقعی. دیالوگ‌ها باید شبیه گفتار واقعی باشند، اما بدون پرحرفی یا تکرارهای غیر ضروری. مثال ضعیف: سلام، من امروز به فروشگاه رفتم و کفش‌های قرمز را خریدم. مثال قوی: هی، بالاخره اون کفش‌های قرمز رو گرفتم، ولی حالا حساب بانکیم داره گریه میکنه. نکته: هر شخصیت باید لحن خاص خود را داشته باشد. مثلا یک کودک ساده‌تر و یک استاد دانشگاه رسمی‌تر صحبت میکند. تمرین: گفتگویی بین 2 شخصیت با شخصیت‌های متضاد، مثلا یک فرد عصبی و یک فرد آرام، بنویسید.